بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و گرامی در هر کجایی که هستید و در این لحظات بیننده برنامه خودتان، برنامه بازسازی اندیشه هستید، خدمت یکایک شما عزیزان و بزرگواران عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم. امیدوارم که از نعمات بیکران الهی برخوردار بوده باشید. با برنامه دیگری از سری برنامه‌های بازسازی اندیشه با موضوع دیگری در خدمت شما عزیزان و ارجمندان هستیم. با اجازه شما عزیزان خدمت کارشناس برنامه جناب استاد عبدالرحمن فاتح نیز عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم. جناب استاد فاتح، السلام علیکم، به برنامه خودتان خوش آمدید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بنده هم به خدمت شما و تمام بینندگان عزیز و گرامی در هر گوشه از دنیا که قرار دارند عرض سلام و ادب دارم و در خدمت شما هستیم. تشکر جناب استاد فاتح گرامی. خوب بینندگان عزیز و گرامی، اگر به خاطر داشته باشید ما طی 3 برنامه گذشته یا 3 قسمت گذشته این برنامه بازسازی اندیشه پیرامون حجاب در اندیشه اسلامی صحبت کردیم و موضوعات چون فواید حجاب، حکمت‌های حجاب، عیوب و پیامدهای بی‌حجابی، انواع حجاب و حدود و شروط و صفت حجاب صحبت‌های داشتیم و در این برنامه انشاءالله به شبهات که پیرامون حجاب از طرف مخالفان حجاب مطرح می شود انشاءالله جناب استاد عبدالرحمن فاتح پاسخ خواهند گفت. خب جناب استاد فاتح، فکر کنم بحث را اگر از اینجا آغاز کنم بهتر است و یکی از شبهات عمده‌ای که مخالفان حجاب مطرح می کنند و در رسانه‌های مختلف این موضوع را دامن میزنن نیست که میگن حجاب یکی از تشریعاتی است که اسلام آورده. قبل از دعوت محمد صلی الله علیه و سلم، قبل از اسلام هیچ دینی دیگری نبوده که در ارتباط به حجاب صحبت کرده باشه و یا حجاب را تشریع کرده باشه. آیا این شبهه از اینها دقیق است و این حجاب، حکم حجاب تنها از دیدگاه دین اسلام تشریع شده یا ای که در ادیان ما قبل اسلام نیز وجود داشته؟ حقیقت امر این است که جناب استاد وقتی که میگن هرگاهی که قافیه به تنگ آید شاعر به جفنگ آید، این یک حقیقت واقعا. هرگاهی که اهل باطل به تنگنا قرار میگیرند و راهی برای گریز ندارند و تلاش میکنند و کوشش میکنند تا اینکه از هر طریقی که شده اهل اسلام را بر آنها شبهه وارد بکنند و دروغ ببندند بر آنها و حقیقتا به هر خس و خاشاکی دست میزنند تا اینکه خودشان را به آن خاشاک و به آن خسها گیر بدن تا اینکه راهی پیدا بکنند برای گریز. و این یکی از همین راه هاست. مادامی که ما تأکید میکنیم بر حجاب زن مسلمان، اینها عجیبه که میآیند
زن مسلمان وقتی ما میگن حجاب خود را باید بگیره و شرایط حجاب را برای زن مسلمان توضیح میدیم و تشریح میکنیم که یک فرد مسلمان و یک خواهر مسلمان و یک زن مسلمان و دختر مسلمان باید این گونه حجاب داشته باشه که از آیات قرآن کریم و احادیث نبوی صلی الله علیه و سلم ثابت میشه. چیکار میکنه؟ یک فرد میایه به تعبیر خودش حالا شبهه پراکنی میکنه. ما برای زن مسلمان میگیم، اما جالب بر اینه که این فرد میایه کاسه دختر از آش میشه و خودش را دلسوز میدونه برای دختر مسلمان و برای زن مسلمان و برای کسی که حالا ما توجه خود را به طرف او داریم یا احکامات الهی را برای او میگیم توجه داشته باش، خواهرم و مادرم و دخترم توجه این موضوع را داشته باش. اینها میان کاسه دختر از آش میشن و شروع میکنن به شبهه پراکنی. یکی از شبهات اینها، چون ما گفتیم در برنامه‌های گذشته هم جناب استاد اگر یادتان باشه، گفتیم مادامی که اینها دیدن که مسلمان ها از هیچ طریق دیگری شکست نمیخورن، نمیتونن اینها از نظر سیاسی بر مسلمان ها غلبه وارد بکنن و مسلمان ها به شکست مواجه بکنن، از جهات موضوعات فرهنگی بگین داخل شدن یا جنگ فرهنگی را شروع کردن با مسلمان ها یا جنگ فکری را شروع کردن بر علیه مسلمان ها. یکی از این جنگ ها اینه که فرهنگ مسلمان ها باید نابود بشه، فرهنگ مسلمان نداشته باشه، نه از آیات قرآن کریم بگیره و نه از احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم، بلکه یک بی سر و بی پای باشه، هیچ دینی نداشته باشه، به هر حال آزاد باشه، به تعبیر اونها آزاد باشه و خودش را در قید و بند آیات قرآن کریم و احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم گیر نده و محکم نکنه، بلکه یک نفری باشه که هر دم به یک جهت باشه، اشکال نداره. هدف اینها هم همین است. وگرنه اگر مثلا امروز بیشترین شبهاتی که وارد میشه از جهت مستشرقین بر مسلمان ها وارد میشه. مستشرقین یا خاورشناس ها کسایی هستند که اینها در اصل مسیحی هستند ولی در مدارس مسلمان ها میان درس میخوانند برای اینکه به ذهن مسلمان ها از کتب مسلمان ها و از نصوص اسلامی شبهه ایجاد بکنند و شبهه وارد بکنند و اینها در جامعه اسلامی شاگردانی در طول تاریخ، یعنی بعد از اینکه جنگ‌های صلیبی به شکست مواجه شد و از نظر سیاسی آنها حقیقتاً به شکست مواجه شدند، شاگردان در جامعه اسلامی از فرزندان مسلمان تربیت کردند و اینها حقیقتاً حرف اونها را تکرار میکنن و چیزی غیر از اون نمیگویند. و عجیبه که گفتیم اساتید فکری اینها همون مسیحی ها یا مستشرقینن. حالا اجازه بدین که ما از کتاب مقدس، یعنی از تورات و از انجیل یا از عهد قدیم و از عهد جدید برخی از آیات را بخوانیم که حقیقتاً بیانگر اینه که در اونجا هم مسئله حجاب بوده، هم مسئله حجاب پوشیش و هم مسئله حجاب رفتاری و حجابی که حتی در گفتاری هم آیاتی در کتاب مقدس موجوده. و حتی ما مثلا در کتاب مقدس میبینیم که از زمان ابراهیم علیه السلام و قبل از ابراهیم علیه السلام مسئله حجاب آیاتی را نشان میده و آیاتی هست در اسفار مختلفی که در کتاب مقدس یا در تورات وجود داره، یا مثلا آیاتی که در انجیل یا در عهد جدید، یا نامه هایی که از افراد مختلفی به تعبیر اونها از شاگردان عیسی علیه السلام هست در داخل کتاب مقدس یا در عهد جدید. ما آیات فراوانی میبینیم یا به هر حال نشانه های فراوانی میبینیم که دلالت بر این میکنه که حجاب وجود داشته و وجود داره. مثلا از تورات شروع میکنیم. بله بفرمایید. از تورات شروع میکنیم یا از کتاب از عهد قدیم. از عهد قدیم اگر میشه که توضیح بتین وقتی عهد قدیم و عهد جدید میگن منظورتان چیه؟ عهد قدیم که هست 5 صفری که از انجیل از تورات در بر میگیره و همچنین برخی از کتب و صحفی که به انبیا علیهم السلام بوده در اونجا موجوده. و عهد جدید که میگیم منظور اناجیل، یعنی اناجیل 4گانه و برخی از نامه هایی که نسبت داده میشه به شاگردان عیسی علیه السلام. و مجموعاً به این عهد قدیم و عهد جدید چی میگن؟ میگن کتاب مقدس. کتاب مقدس. و امروز چی به زبان فارسی، چی به زبان عربی، چی به زبان انگلیسی، به زبانهای مختلف این کتاب مقدس در نزد یهودی ها و در نزد مسیحی ها به خصوص مورد اعتبار و به هر حال مردم را این کتاب را پخش میکنن در میان مردم و ارزش والایی در میان مردم داره. اگرچه
اگرچه جالب بر اینه که جناب استاد وقتی کتاب مقدس امروز در افغانستان مثلا چند وقت پیش که یک انجیلی به دستم رسید که پخش می‌کردن، جالب بر اینه که کتاب مقدس را به صورت کامل در میان مردم پخش نمی‌کنند. یعنی اینکه عهد جدید هست ولی عهد قدیم نیست، در حالی که عیسی علیه السلام نیامده که تورات را منسوخ بکنه، مثل که رسول الله علیه السلام آمدن و کل کتبی که ما قبل رسول الله علیه السلام بود منسوخ شد. بله. ولی عیسی علیه السلام وقتی میایه حقیقتا کتاب تورات را منسوخ نمیکنه، بلکه احکام تورات را برای مردم توضیح میده و آن جایی که تحریف شده آنها را اصلاح میکنه. به این واسطه این حرف را میزنم که امروز گفتیم که اکثر شبهات از طرف مسیحی هاست و ما برخی از آیاتی که میخوایم از اینجا نقل بکنیم یا برخی از نمونه هایی که میخوایم به خدمت بینندگان نقل بکنیم از کتاب مقدس، یعنی از عهد قدیم هم هست، یعنی از تورات و برخی از صحف دیگر هم موجوده، تا کسی نیایه، یعنی یک مسیحی یا نصرانی نیایه بر ما اعتراض بکنه که شما چرا از تورات برای من دلیل میارید. به عنوان مثال بله، در انجیل متی در باب 5 که موعظه سرکوه هست، موعظه سرکوه در نزد مسیحی ها مشهوره. مسیحی هایی که آشنایی با کتاب مقدس دارن به این موعظه سرکوه که حضرت عیسی علیه السلام به سرکوه موعظه میکنه اعتبار خاص میدن. در اونجا حضرت عیسی علیه السلام چی میگه؟ در آیت 17 و 18 در دوباره تکرار میکنم انجیل متی باب 5 آیت 17 و 18 چی میگه؟ عیسی علیه السلام میگه که گمان مبرید که آمدم تا تورات موسی و نوشته های سایر انبیا را منسوخ کنم. چون ما وقتی که میخوایم دلایل را بیاریم، یک مسیحی نیایه به سر ما اعتراض بکنه که شما چرا از صحف دیگر آوردید یا از کتب دیگر، از نوشته های سایر انبیا یا از تورات آوردید. میگه من آمدم تا آنها را تکمیل نمایم و به انجام رسانم. بعد میگه که آیت 18 میگه براستی به شما میگویم که از میان احکام تورات آنچه که باید عملی شود یقینا همه یک به یک عملی خواهند شد. این گفته کیست جناب استاد؟ گفته عیسی علیه السلام هست. گفته عیسی علیه السلام در کجا؟ در انجیل متی. در انجیل متی موجوده، یکی از اناجیل چهارگانه هست و این موعظه گفتیم مشهوره. کسانی که انجیل دارن میتونن مراجعه بکنن، موعظه سرکوه یا باب 5 انجیل متی آیت 17 و 18. حالا این یک نکته بود که به خاطر که تا مبادا کسی بیای اعتراض بکنه که چرا شما از تورات برای ما دلیل می آورید، اجازه بدید که اول از عهد جدید یا حقیقتا نامه هایی که پولس برای افراد مختلف و به شهرهای مختلف فرستاده یک نقل بکنم. مثلا در اینجا در اول قرنتیان دوم قرنتیان، اینجا اول قرنتیان باب 11 باب 11 در اینجا چی میگه؟ از نقل میکنه، میگه که اولش اینه که مردها وقتی که به جلسات عبادت حاضر میشن سرهای خود نپوشن. قولیه که به هر حال در انجیل آمده، قولیه که در کتاب مقدس خودشان آمده و میگه زن باید سرش را بپوشه. حالا در اینجا میگه اگر زن نمیخواهد سر خود را، این آیه 6 جناب استاد، کسی که میخواد این را یادداشت بکنه تا اینکه اگر انجیل داره یا کتاب مقدس داره، به خصوص کسایی که مسیحی هستن یا یهودی هستن و زبان ما رو میفهمن، میتونن راحت مراجعه بکنن ببینن این حرف ساخته ما نیست که از پیش خود بگوییم. اول قرنتیان باب 11 آیت 6 چی میگه؟ میگه اگر زن نمیخواهد سر خود را بپوشاند باید موی سرش را بتراشد. اگر نمیخواد سر خود بپوشه چیکار بکنه؟ باید مویش بتراشه، موی خود بتراشه. چرا سرخور نمیپوشه؟ موی داره و سرخور نمیپوشه، این درست نیست. خیلی شدیده. بله، عقاب خیلی شدیده. سرخور بتراشه. و شما میدانید که سر تراشیدن برای زن یک توهین بسیار وقیحانه، یک توهین بسیار خطرناکه. سر خود را میگه بتراشن. بعد میگه و اگر از این عمل خجالت میکشد، خب طبیعتا هر زنی که همان فطرت زن بودن داشته باشه از تراشیدن خود خجالت میکشه. میگه پس باید سر خود را بپوشاند. باید سر خود را بپوشاند. این نکته را جناب استاد فراموش نکنید. بعد میگه که این آیت 6 بود، دوباره تکرار میکنم، اول قرنتیان باب 11 آیت 6. این از کتاب مقدس یا بگین از عهد جدید. اما برمیگردیم به عهد قدیم. عهد قدیم جناب استاد
حقیقتا چنانچه گفتم که متشکل از تورات و برخی از نوشته ها و صحف دیگر انبیا هم هست در آن. در اینجا در تثنیه که جزئی از توراته، در تثنیه جزئی از توراته، در باب 22 در آیت 5 چی میگه؟ میگه که زن نباید لباس مردانه بپوشد. مثل که اگر یادتان باشه ما در شرایط حجاب در برنامه گذشته گفتیم یکی از احکامی که یکی از شرایطی که برای لباس زن مسلمانه نباید لباس شبیه لباس مرد باشه و در این مورد روایتی هم گفتیم. میگه زن نباید لباس مردانه بپوشد و مرد نباید لباس زنانه به تن کند. این کار در نظر خداوند خدایتان نفرت انگیز است. این کار بسیار ناپسندیه. اما امروز برعکس کسایی که خود پیرو عیسی مسیح میدانن عکسی کارا میکنن. عکس این که انجام میدن که خیر جناب استاد. اصلا امروز یعنی متاسفانه بگین که کلیسا در این مورد عقب نشینی بسیار خطرناکی کرده. امروز اگر شما در شبکه هایی که اینها دارن به زبان فارسی، خوبه که کسانی که مسیحیان درست میفهمن این موضوعات رو درک میکنن، یا کسانی که مثلا ماهواره دارن میتونن ببینن و دیدن، حتما کسانی دیدن حتی در فضای مجازی که اینها فعالیت دارن. وقتی که از داخل کلیسا پخش زنده پخش میکنن یا عبادات خود پخش میکنن، زن و مرد با هم خلطند و زنها با بدترین لباس با سر برهنه در حال عبادت. در حالی که تعلیمات عیسی مسیح چون این کار مجاز نمیده، مجاز نمیدانه. این ما میگیم که این کتابی که فعلا کتاب مقدسی که امروز در واقع در جهان پخشه، البته این کتاب تحریف شده است. تحریف شده. بله. ما این عقیده ماست ولی عقیده اونها نیست. ما بر اساس اصول خود آنها صحبت میکنیم جناب استاد. بله. بر اساس اصول خودشان. چون این نکته را به این واسطه میگم، اولا این که اتمام حجتی باشه بر اون زنان مسیحی که بر آن زنان یهودی که فکر میکنن اسلام تنها دینی است که حجاب را به رسمیت میشناسه و به خاطر این که کلیسا نمیخواد این مسائل را زنان بفهمند، زنان مسلمان را گمراه میکنه ولی زنان خود را هم به تباهی کشانده، دین خودشان را هم با آنها نمیگه. و از جهت دیگر به این واسطه این نکته را میگم جناب استاد که روزی من در جای این حرفا را یعنی شبیه این حرفا را گفتم، یکی آمده برای من اعتراض میکنه، میگه تو چرا تورات را برای مردم تشریح میکنی؟ در حالی که ما تورات و انجیل را در اینجا برای مردم تشریح نمیکنیم، بلکه از باب اتمام حجت است بر کسانی که همچون دلایل میارن و همچون شبهاتی بر مسلمان ها میندازن و میگن دین اسلام تنها دینیه که حجاب به رسمیت شناخته و دیگه دینی اصلا به رسمیت نشناخته. و این واقعا فکر میکنم خیلی زیاده روی میکنن در این. خب میرویم در بخش دیگری جناب استاد. بله. باز هم در عهد قدیم. در عهد قدیم اشیای نبی باب سوم. باب سوم اشیای نبی عهد قدیم چی میگه؟ باب سوم آیت 16 یا بخش 16 میگه که خداوند زنان مغرور اورشلیم را نیز محاکمه خواهد کرد. چرا محاکمه خواهد کرد؟ بله. میگه آنان با عشوه را میروند، با ناز را میرند روی زمین و علنگوهای خود را به صدا در میآورند و با چشمان شهوت انگیز در میان جماعت پرسه میزنند. حالا این جناب استاد این قرآن کریم نیست، احادیث هم نیست، این عهد کتاب مقدسه. باب سوم و بخش 16 هم گفتیم. بله بله، باب سوم اشیای نبی عهد قدیمه. عهد قدیمه آیه 16 یا پاراگراف 16 به هر حال. این آیت 16 یا پاراگراف 16 بود. میرین به 17 چی میگه؟ میگه که خداوند بر سر این زنان بلای گری خواهد فرستاد تا بیمو شوند. این مرضیه که زنان بیمو میکنه. میگه اگر اینها بی‌توجهی بکنن، با همین اشوه‌گری خود ادامه بدن و روی زمین مردم را به تباهی و به سوی فساد و فحشا بکشانند، خداوند متعال مرضی میفرسته که اینا بیمو بشن. آنان را در نظر همه عریان و رسوا خواهد کرد. متوجه شده؟ بله، همه رسوا خواهد کرد. بعد میگه خداوند تمام زینت و آلاتشان را از ایشان خواهد گرفت، گوشواره ها، علنگوها، روبندها، کلاها، زینت پاها و بقیه چیزهایی که در اینجا گفته شده. حالا جناب استاد در اینجا حرفی که هست اینه که در این پاراگراف که گفتیم در عهد قدیم هست، عهد قدیم هم حقیقتا مسیحی ها به این ایمان دارن و هم یهودی ها ایمان دارن. حالا یک زن مسیحی و یک زن یهودی چگونه بی‌حجابی میکنه در حالی که در کتاب خودش آمده این حرف؟ در کتاب خودش آمده
من میخواهم که زنان مسیحی که صدای ما رو میشنوند یا مردان مسیحی و مردان یهودی که صدای ما رو میشنوند و حقیقتا همیشه در ذهن اینها چنین وانمود شده از طریق کلیساها و کنیست‌ها که گویا اسلام دینیه که شما زنها را در تحجر قرار داده و اسلام دینیه که تو نباید، تو زن مسیحی و زن یهودی نباید اسلام را قبول کنی، چرا که اسلام تو را در حجاب محصور میکنه، مقید میکنه. حالا من میخوام که با عنوان یک فرد منصف، یک فردی که یعنی در آن به هر حال عدالت وجود داشته باشه و انصاف وجود داشته باشه و دید باز وجود داشته باشه، شما برین در نزد علمای خود، کسانی که با زبان فارسی حالا شما را دعوت میکنن و به سوی اسلام شبهه پراکنی میکنن، یا شبکه‌هایی که دارید زنگ بزنید این آیات را از اونها بپرسید که به شما توضیح بدن. چرا بگید عقب نشینی کردید؟ چرا این آیات را برای ما نمیگید؟ مگر شما نمیگید که دین یهودیت و دین مسیحیت دین فلان است و فلان است و این همه خوبی ها را شما در مورد آن بیان میکنید؟ چرا این موضوعات را بیان نمیکنید؟ چرا این موضوعات را برای مردم نمیگید؟ برای زنان یهودی و برای زنان مسیحی نمیگید؟ پس بنان جناب استاد، نتیجه ما از این بحث این شد که در دین یهودیت و در دین مسیحیت و در ادیانی که به زن ارزش قائل شده، مسئله حجاب در آن مطرحه. مسئله حجاب در آن مطرحه و آن را به رسمیت شناخته و زن را تشویق کرده یا دستور داده که حجاب خودش را بگیره. تشکر جناب استاد فاتح. پس از این معلوم شد که حجاب تنها دین اسلام تشریع نکرده و در ادیان دیگر هم وجود داشته و چنانچه شما به آیه های یا پاراگراف های از عهد جدید و عهد قدیم شما با آیه 6 یا پاراگراف 6 باب 15 عهد جدید یا اشاره کردن که گفتن یا زن حجاب بپوشه، سرش را بپوشانه، یا یکی سرش را بتراشه. دیگه اختیار و انتخاب دیگه نداره، از دو گزینه بیشتر نداره. خب جناب استاد، اگر حالا کسی بپرسه که آیا نیاز هست که ما برای اثبات حجاب، برای ویژگی حجاب که حجاب یک چیز خوبی است، حجاب فواید داره، حجاب امتیازات داره، ما بیاییم از دین ادیان ما قبل از اسلام، از تورات و از انجیل ایره ثابت بکنیم که واقعا حجاب یک امر محمود است؟ حقیقتا جناب استاد این یک منطق قرآنی هست و منطق نبوی هست. ما نیاز نداریم به تورات و نیاز نداریم به انجیل که بیایم از اینها خوبیت و ارزش حجاب را مطرح بکنیم و ثابت بکنیم. قرآن کریم میایه به عنوان مثال در مسائل مختلف تورات و انجیل را پیش میاره و علمای یهود و یهودی ها و نصرانی ها دعوت میکنه که شما برین به کتاب خود مراجعه بکنین، ببینین که در کتاب شما این موجوده. اولا گفتیم این منطق قرآنی هست. مثلا در مسائل مختلف در مورد رسول الله علیه السلام الله سبحانه و تعالی چی حتی در مورد صحابه میگه که به عنوان مثال در سوره فتح آیت 29 الله سبحانه و تعالی وقتی که صفات صحابه بیان میکنه که محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، بعد میگه مثلهم فی التوراة والانجیل. الله سبحانه و تعالی مثل اینها در تورات و انجیل گفته، مثلهم فی التوراة، بعد در انجیل میگه که خداوند سبحانه و تعالی در مورد اینها چی گفته. حالا بحث اینجایه که اولا این استدلال کردن از کتب دیگران این منطق قرآنیه و در احادیث نبوی صلی الله علیه و سلم هم آمده. احیانا رسول الله علیه و سلم داستان‌های از بنی اسرائیل نقل کردن برای چی؟ نه برای اثبات، بلکه برای اینکه کسانی که یهودی خودشان را میدانند و کسانی که نصرانی خودشان را میدانند بدانند که این پیامبره و این دین بر حقه و این چیزی که میگه حقیقتا در تمام ادیانه، تا کسی که به هر حال یهودیه به یهودیت خود مانده، مسیحیه به مسیحیت خود مانده، به این ارزش ها قائل باشه، این ارزش ها را حقیقتا بزرگ بداره. و بعدا جناب استاد حقیقتا اولا گفتن که این منطق قرآنیه. ثانیاً ما وقتی که میایم از تورات و انجیل حرف میزنیم دلالت بر این نمیکنه که ما بیاین یعنی آیه در قرآن نباشه یا در احادیث نبوی یا در اسلام برنامه نباشه که ما باید مجبور بشیم که مراجعه بکنیم به اینها. نه این گونه نیست. به خاطر اینه که فعلا کسانی که شبهه پراکنی میکنن بیشتر از همین جهتن
و اینها اسلام را متهم میکنن و خودشان را تبرئه میکنن، در حالی که دین خودشان هم عین دستور را داده. عین دستور در دین خودشان موجوده و بدون کمی و کاستی و شاید پنهان میکنن و ابلاغ نمیکنن. ابلاغ نمیکنن. به خاطر چی؟ به خاطر همان برنامه‌هایی که دارن، به خاطر برنامه‌هایی که برای گمراه کردن دختر مسلمان و زن مسلمان حقیقتاً به کار گرفته میشه و ما به این خاطر جناب استاد آمدین مطرح کردیم تا یک خواهر مسلمان ما، تا یک دختر مسلمان این نکته را بفهمه که اگر یک مسیحی میایه به نام مؤسسه، به نام به هر حال دار التعلیمی یا به نام به هر حال یک کورس سوادآموزی و کورس نمیفهمم خیاطی و فلان و فلان و اینها راههایی که فعلا مسیحی ها برای مسیحی کردن مسلمان ها استفاده میکنند و بعد میآیند به اونها کتاب مقدس تحویل میکنند و یا اینکه افکار منحرفی و شبهات بسیار ناجوان مردانه ای را به ذهن خواهر مسلمان و زن مسلمان تزریق میکنن. خواهر مسلمان ما هوشیار باشه که مسیحیت همان چیزی است که در کتاب خودشان آمده. تشکر جناب استاد فاتح گرامی. انشالله که این شبهه از ذهن کسانی که این شبهه ذهنشان مغشوش کرده بود برطرف شده باشه و رفع شده باشه. اگر اجازه بدین ما در اینجا یک میان برنامه کوتاهی را با هم میبینیم و پس از این میان برنامه انشالله میپردازیم به شبهه بعدی که پیرامون حجاب از طرف مخالفان مطرح شده است. الحكمة ضالة المؤمن وبنو الإسلام بها أولى حيث تجدها فعليك بها عنها أبدا لا تتخلى. در دنیا امراضی هست، آفاتی داره میاد، فتنه هایی داره میاد، غرب طرحهایی کشیده، نقشهایی کشیده که مسلمانان بی حجاب شود. قرآن در یک آیه عجیب هوشیار میاد و یرید الذین، برحذر باشید، بدانید، مواظب باشید، هشدار میداد و یرید الذین یتبعون شهوات ان تمیلوا میلا عظیما. جوانان مسلمان برحذر باشید، دختران مسلمانان مواظب باشید. یرید الذین یتبعون شهوات، شهوت پرستان طرحی دارند، اراده ای دارند، آنها تصمیم گرفتند ان تمیلوا میلا عظیما. نمیخواند کمی منحرف شوید، میخواند زیاد منحرف شوید. به می خاطر فیلم های مبتذل پخش میکنن، تهاجم فرهنگی صورت میگیرد، کتاب هایی نوشته میشه، فیلم هایی پخش میشه، تبلیغاتی میشود. تمیلو میلا عظیما، تا کلا از خط پاکی و از خط عفت شما بدر روید و انحراف کنید. لذا مواظب باشید. خب بینندگان گرامی، با عرض سلام مجدد و دوباره خدمت شما عزیزان هستیم و
بحثمان پیرامون پاسخ به شبهات پیرامون حجاب همچنان ادامه دارد و اولین شبهه‌ای که جناب استاد عبدالرحمن فاتح پاسخ دادن و این شبهه را از جهات مختلفش بررسی کردن، شبهه‌ای بود که برخی ها مطرح میکنن که فقط تنها دین اسلام است که حجاب را تشریع کرده و حجاب مختص به دین اسلام است. جناب استاد فاتح توضیح دادن که نه، ادیان ما قبل از اسلام چون دین مسیحیت حجاب را تشریع کرده و این موضوع را از خلال کتاب مقدس عهد قدیم و عهد جدید ثابت کردند. حالا میریم به دومین شبهه‌ای که مخالفان حجاب مطرح میکنن. دومین شبهه که جناب استاد فاتح مخالفان حجاب، کسانی که با حجاب مخالف هستن مطرح میکنن، اونها به این باور هستن که میگن حجاب یک وسیله و یک ابزاری است که برخی ها برای پنهان کردن هویتشان از او استفاده میکنند و در این خصوص میگن که هستن زنهای بدکاره‌ای که در پشت حجاب خود را پنهان میکنن و مرتکب اعمال منافی اخلاق و قانون جامعه میشن. حقیقتا جناب استاد این شبهه دو قسمت داره، یعنی باید به دو قسمتش پرداخته بشه. اول از این که هویت زن حجاب نگه میداره یا بگین پنهان میکنه، نه این گونه نیست. اگر منظور از این باشه که هویت زن یعنی چهرهش، منظور از چهرهش باشه، این بحث جدایه. ولی اگر شخصیت زن رو بگیم، نه، شخصیت زن رو حجاب پنهان نمیکنه. اما طبقی که از فحوای کلام فهمیده میشه، از فحوای این شبهه فهمیده میشه، گویا منظور اینه که یعنی منظور از هویت یعنی چهره زن هست. شاید هر دو باشه جناب استاد. اگر هر دو باشه هدفشان. بله، اگر هر دو باشه، هویت زن و یا شخصیت زن توسط حجاب پوشیده نمیشه، بلکه شخصیت زن نگه میداره، حفظ میکنه. این یک تفاوتیه که جناب استاد خیلی ها نمیفهمند، به خصوص کسانی که قلبه های آنها با شبهه متاسفانه مملوء شده از شبهه. و به هر حال هرچی که شبهه زیاد بشه جناب استاد، اگر انسان به دنبال جواب آن نباشه، سرانجام به تباهی کشیده میشه. به همین واسطه خوبه که خواهر مسلمان ما و برادر مسلمان ما در هر موردی که شبهه‌ای داره، به کسی که اعتماد داره به او مراجعه بکنه، به کسی که به علم او، به تقوای او، به دین او، به همه چیز او اعتماد داره، به او مراجعه بکنه و سوال خود را مطرح بکنه که تا این شبهه دیگر به وجود نیاره، این شبهه دیگر به وجود نیاره. به خاطر این که جناب استاد اگر یک بار یک شبهه را شیطان به ذهن انسان انداخت و انسان بار بار بالای این شبهه فکر کرد، این شبهه میشه 2 تا، شبهه بعد میشه 3 تا، میشه 4 تا، میشه 5 تا، میره الی آخر میره بالا و سرانجام انسان به تباهی میکشانه. مثل که خیلی ها امروز از شبهه پراکن ها متاسفانه به تباهی کشانده شدن. اینها این نبودند و متبنی و مبلغ افکار از اونها در میان جامعه اسلامی شدن. بله، بدون شک. حالا میبینیم که همین کسان در حقیقت جناب استاد، اگر ما به اول اینها نگاه بکنیم، کلا انسان‌های متفاوتی بودند. اینها کلا روز به روز در حال در حال تفاوتند، به خاطر اینکه شبهه به ذهنش ایجاد میشه، بعد به خاطر اینکه شبهه از ذهنش برطرف بشه، میره به کسی مراجعه میکنه که شبهه دیگری به ذهنش میاندازه، یا به کتابی مراجعه میکنه که به ذهنش شبهه دیگری میاندازه. به هر صورت منظور اینه که جناب استاد، این حجاب هویت زن پنهان نمیکنه، شخصیت زن پنهان نمیکنه، بلکه شخصیت زن را حفظ میکنه، او را در حفظ خود نگه میداره. مثلا به عنوان مثال اگر ما خواسته باشیم به شخصیت زن مراجعه بکنیم که آیا این حجاب مانع میشه از این که شخصیت زن شناخته بشه، مثلا مراجعه میکنیم به اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم، صحابیات، زنانی که صحابه بودن و صحابه، اینها حقیقتا ببینین که یعنی برخورد اینها با رسول الله صلی الله علیه و سلم چگونه بوده و یا بگین حضور اینها در جامعه اسلامی چگونه بوده. به عنوان نمونه اگر بگین یا بگیرین ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها، تا زمانی که دنیا برپا باشه جناب استاد، بله، تا زمانی که دنیا برپا باشه، مؤمنین به
وجود مادر خود عایشه رضی الله تعالی عنها افتخار میکنن، علم از او میگیرن. و جالب بر اینه که جناب استاد ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها چنان شخصیتش را الله متعال حفظ کرده و چنان جایگاهی بر او داده که خیلی از صحابه او جایگاه ندارن، از نظر علمی، از هر نظری که بگین. او جایگاهی که الله متعال سبحانه و تعالی به مادر مؤمنین عایشه رضی الله عنها داده به خیلی ها نداده. و جالب بر اینه که از جمله مکثرین در حدیثه. یعنی چی؟ یعنی این که در باب حدیث وقتی ما داخل میشین افرادی از صحابه رضوان الله علیهم اجمعین هستند که اینها بیشترین حدیث روایت کردند و ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها در ردیف بالای از این افراد قرار داره. از 7 نفری که هستند یا از 12 نفری که هستند ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها در ردیف بالا قرار داره، یعنی بیش از 1000 حدیث روایت کرده. 2000 اند حدیث ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت کرده، یک زنه. یعنی شما جناب استاد فاتح اگر اجازه بتن میخوایم بگین که اگر قرار می بود که حجاب شخصیت هویت زن از بین می برد، هویت زن نابود می کرد، هویت زن مخفی نگه می داشت، باید امروز نامی از ام المؤمنین عایشه صدیقه بر سر زبان ها نمی بود، نام از ایشان در میان مردم نمی بود. برعکس با محجبه بودنشان، با حجابشان امروز نامشان بر سر زبان هاست. نام نیک البته، نامی است که باعث یکی از شما گفتین مکثرین در روایت حدیث هستند، حدیث روایت کردن و حجابشان مانع روایت، مانع نقل افعال و اقوال و تقریرات رسول الله صلی الله علیه و سلم به امتشان نشده. بدون شک جناب استاد این یک امر واضحیه. حالا مشکل در کجاست جناب استاد؟ چرا این شبهه اصلا به وجود میاد؟ من فکر میکنم که اصلا وجود این شبهه در ذهن یک فرد از جهات مختلفه، به خاطر کمی هایی که خود نفر میکنه. اولا کمی فرد در مورد تاریخ اسلام و در مورد آیات قرآن و احادیث نبوی صلی الله علیه و سلم. ثانیا فکر میکنه که وقتی در یک کشور اسلامی یک رسمی، یک رواجی و یک عادت نسبت به زنها انجام میشه، فکر میکنه همین اسلامه. شبهش یعنی اصل شبهش و بنای شبهش بنابر دیدی که از جامعه داره متاسفانه بنا شده، نه بنابر آنچه که خودش از اسلام معلومات داره. این یک مشکل جناب استاد. مثلا امروز در کشورهای اسلامی، مثلا در افغانستان اگر فرد نام زن فرد رو بگه خیلی بد معلوم میشه. واقعا درسته؟ در حالی که نام زنان پیامبر صلی الله علیه و سلم را همه میدانند، زنان صحابه همه نامشان را میدانند و به همین ترتیب صحابیاتی که بودند رضوان الله علیهم اجمعین و الله سبحانه و تعالی از همه راضی باشه. آمین. حالا المهمی که جناب استاد این فرد میآیه بنابر این فرهنگی که رسم و رواج و عادتی که حالا یا خوب یا بد در یک کشوری وجود داره، شبهش را بنا میکنه بر چی؟ بنا به آن رسم و رواج و عادتی که در این کشور وجود داره، نه بنا به آنچه که در اسلام وجود داره. ما گفتیم که شخصیت ام المؤمنین عایشه صدیقه جناب استاد این به عنوان یک نمونه بود، و الا این که اگر ما در حیات صحابه، در زندگی نامه صحابه رضوان الله علیهم اجمعین و کتبی که در مورد زندگی نامه صحابه رضوان الله علیهم اجمعین نوشته شده مراجعه بکنین، حتی به زبان فارسی در مورد زنان صحابه و زنانی که در زمان رسول الله علیه السلام بودن کتاب‌های خاص نوشته شده جناب استاد که شرح حال این زنها را میکنه. هویت اینها محفوظ مانده، بلکه از بین نرفته، بلکه محفوظ مانده. و حجاب حقیقتا جناب استاد از این جهت هویت و شخصیت آنها را حفظ میکنه. حالا بفرمایید جناب. ما اگر فقط این بخش اولش بود جناب استاد، اگر بخش اولش شما حرفتون تمام شده باشه و الا میریم بخش، چون دو بخش داره این سوال. بله شما بفرمایید بخش دوم منتقل بشین. خب بخش دومش جناب استاد فکر نمیکنین که اینا میخوان با مطرح کردن این شبهه که زنان بدکاره یا زنان به اصطلاح اینا کسایی که مخالف حجاب هستن نسبت میتن که زنهای بدکاره یا زنهای فاسده یا فاسقه زیر لباس، زیر پوشش حجاب به
اعمال منافی قانون و منافی اخلاق میپردازن. این حقیقتا جناب استاد یک شبهه خیلی دردآور، یک شبهه یا از جهت بگین خنده آور، هم دردآور و هم خنده آور. دردآور از اینه که ما حقیقتا باعث بسیار ناراحتی ما میشه که عقل اینها چقدر متاسفانه خورده و از یک جهت خنده آوره که یک انسان بزرگ ماشاءالله با این محاسن و با این شخصیت میه همچون حرفی میزنه که زیر حجاب امروز فلان کار شده، امروز فلان کار میشه، پس بنابراین باید حجاب از بین بره. بله، اینا هدفشان این است. بله، باید حجاب از بین بره. و از طرف دیگر فکر کنم که با این حرفشان، با این شبهشان میخوان تمام زنان مسلمان، تمام زنان محجبه را، عفتشان، پاک دامنی ایشان، صلاح ایشان را زیر سوال ببرن. بله، حقیقتیه جناب استاد. امروز به عنوان مثال در هر کشوری که شما ببینید نیروهای نظامی هر کشور یک یونیفرم خاص داره، درست یا نه؟ لباس نظامی یا یونیفرم خاص برای خودشان دارن. حالا این فرد نظامی میره با این لباس خود آدم میکشه، میره با این لباس خود دزدی میکنه، میره با این لباس خود هر کاری که انجام میده. حالا گناه این لباس چیست؟ گناه این لباس چیست جناب استاد؟ واقعا. و شبیه این یک شبهه دیگری که همیشه بر افرادی که مثلا محاسنشان با سنت برابره، مثلا ریش دارن، میگه فلانی ریش داره فلان فساد. بابا جان، این ریش که او را نکشیده که برای فساد بکنه، این ریش چی گناه کرده؟ حالا خیلی بیریش‌هایی هم هستن که گناهان فراوان میکنن و خیلی زنهای، چرا اونا باید ریش نگذارن؟ بله چرا اونها نگذارن؟ و خیلی زنهای بی‌حجابی هم هستن که خیلی کارهای خلاف عفت میکنن و بیشترین کارهای خلاف عفت دقیقاً از کسانی صورت میگیره که آنها حجاب ندارن جناب استاد. این یک حقیقته. هر خواهر و هر برادر میدونه، هر خواهر و هر برادر در جامعه که زندگی میکنه میفهمه که بیشترین فساد، من نمیگم انکار نمیکنم که کسانی که برخی ها هستن از لباس حجاب سوء استفاده میکنن، ولی این سوء استفاده کردن از لباس حجاب و بعد رفتن به طرف فحشا دلالت بر این نمیکنه که حجاب بد باشه. مثل که یک پلیس و یا یک فرد نظامی که میره با لباس یونیفرم خاص نظامی خود کار منکر، کار بد، کار زشتی، حالا غیر قانونی یا غیر اسلامی انجام میده و غیر انسانی انجام میده، دلالت بر بد بودن این لباس نمیکنه. بنابراین حجاب هم دلالت بر بد بودن یک فردی که با از این لباس سوء استفاده میکنه نمیکنه. واقعا. و از جهت دیگر جناب استاد، ما گفتیم که خیلی از زنهایی هستن که حجاب ندارن ولی هر کاری انجام میدن و ما گفتم که با جرأت میگم که بیشترین فساد، نمیگم، باز هم تکرار میکنم، نمیگم که فساد در میان اینها هم نیست، بیشترین فساد و بیشترین فحشا از جهت کدام گروه جناب استاد برمیخیزه؟ از بی‌حجاب ها یا با حجاب ها؟ از بی‌حجاب ها. اما چون به مو یک قول مشهور عربی است، میگن غلطه الشاطر بعشره. یعنی کسی که با حجاب یا با باریش میگن کار بد میکنه، دیگه از این انتظار ما نداشتیم. بالاخره اگر از یک فرد هم صادر میشه، این عمومیت میبخشن، در حالی که به خودش برمیگرده. جناب استاد درسته، من قبول دارم مثلا کسی ریش میمانه، کسی مثلا لباس حجاب میپوشه، باید شخصیت خود را بیشتر از دیگران حفظ بکنه. این یک حقیقته، باید بیشتر حفظ بکنه. اما اگر این کار خلاف انجام میده، این دلالت بر این نمیکنه که حالا این لباس او را کشیده یا این ریش او را وادار کرده که تا این کار انجام بده. مثل که در میان اینها انسانهای خوب و بد هست، در میان اونها هم انسانهای خوب و بد هست و رسول الله علیه السلام چی میگن؟ کل بنی آدم خطا و خیر الخطائین التوابون. جناب استاد اگر اجازه بدین، من شبهه سومی را که مخالفان حجاب مطرح میکنن و البته با استدلال به یک اصل که فکر کنم نمیفهم اگر قاعده شرعی باشه درست باشه، میگن احکام با تغییر زمان تغییر میکنه و میگن مادامی که عرف با توجه به تحول زمان تغییر میکنه، باید احکام شرعی در اینجا میرن روی حجاب، باید حجاب هم تغییر کنن. میگن که مثلا ما در عصر هستیم که در این عصر در کشورهای پیشرفته لباس حجاب محدود است و همچنین پوشیدن حجاب باعث محدودیت بیشتر میشه و زن را در انحصار نگه میداره و مانع پیشرفت جامعه میشه، مانع کاری او میشه.
جناب در استاد این ارتباط چی میگی؟ حقیقتا همه مثلا از آیات قرآن کریم و احادیث نبوی و اصول و ضوابطی که برخی از فقها و محدثین و اصولیین آمدن مطرح کردن احیانا سوء برداشت ها صورت میگیره و برخی از گروه هایی که اهل هوا و هوس هستند متاسفانه دنبال خواهشات نفسانی رفته و یک قاعده و یک اصلی که در دین مطرح شده آن را معنای غلط میکنن. مثلا به عنوان مثال این استفاده. بله این قاعده در میان اصولیین و در میان فقها موجوده که اجتهاد نظر به زمان و شرایط فرق میکنه. شاید هدفشون اجتهاد باشه یا مثلا احکام بگین، اصلا احکام بگیرین، ولی جناب استاد این به صورت عام نیست، به صورت عام نیست، بلکه در مسائلی است که مجال اجتهاد در او باشه. مثلا در اصول و ثوابت اسلامی ما در اسلام اصولی داریم، مبانی داریم و ثوابتی داریم که در اینها حرف برای گفتن نمیماند، چی در 1400 سال پیش و تا حالا هیچ فرقی نکرده و نمیکنه و تا آخر دنیا هم همین باقی خواهد ماند. مثل نماز میشه بگیم والله امروز چون به هر حال زمین خیلی آماده شده بیاین 10 وقت نماز بخوانیم. در اون زمان آب کمتر بوده و به هر حال شاور نبوده و اینقدر امکانات نبوده، بیاین 10 وقت نماز بخوانیم. یا اینکه مشغولیت‌ها زیاد شده بین همین 5 وقت نماز در یک وقت بخوانیم. در یک وقت بخوانید. احکام فرق میکنه. نه این ثوابته. این ثوابت اسلامی است. اینها اصول اسلامی است که اینها غیر قابل تغییره. زمان اینها را تغییر نمیده. بلکه در مسائل جناب استاد تغییر میکنه احکام که در آنها مجال اجتهاد باشه. حالا مثلا در موضوع حجاب ما آیات قرآن کریم در برنامه‌های قبل گفتیم، احادیث نبوی بیان کردیم. آیا مجال برای اجتهاد هست که ما بیاین خلع لباس حجاب بکنین بگین والله امروز زمان فرق کرده متفاوت شده؟ نه خیر. این یک اصل مسلم جناب استاد در دین، اصل مسلمی حجاب از جمله فرائض الهیه و از جمله اصول و مبانی اسلامیه که برای زن مسلمان و برای فرد مسلمان فرض شده. چگونه میشه که ما بیاین بگین که والله امروز چون زمان فرق کرده باید احکام هم فرق بکنه، اشکال نداره هر نوع لباس میخواین بپوشین؟ نه، این گونه نیست. این اصلیه و باید ما به این اصل خود محکم باشیم و این قاعده معنایش به صورت عام نیست که در تمام مجالش نیست که در تمام احکام و در تمام اصول و ضوابطی که اسلام گذاشته بین همه را در بداخون بکنین، نابود بکنین و معنای باطنی بر آن بگذارین مثل باطنیه و بعد بگین والله معنایش این نیست اینه، معنایش این نیست اینه، خلاص مجال اجتهاد را در تمام موضوعات باز کنیم. نه، این قاعده و ضابطه جناب استاد در مسائل صورت میگیره و در احکام صورت میگیره که در آنها مجال اجتهاد باشه، مجال اجتهاد باشه و به عرف و عادت ارتباط داشته باشه. به عرف و عادت ارتباط داشته باشه، نه حکم شرعی. نه حکم شرعی که اصل و اصولی از اصول اسلام باشه یا فرضی از فرایض الهی باشه. تشکر جناب استاد فاتح گرامی. باز هم به اجازه شما و به اجازه بیننده های عزیز و گرامی میریم به سراغ یک میان برنامه و پس از این میان برنامه انشالله شبهات دیگر هم که در ارتباط به حجاب از سوی مخالفان مطرح شده را در این برنامه مطرح میکنیم و همچنین انشاءالله سوالات و نظرات شما عزیزان را نیز در این ارتباط از طریق تلفن خواهیم داشت. با هم میان برنامه میبینیم و برمیگردیم. برنامه‌های زنده شبکه جهانی وصال حق. وأعطوني حبالا من وصالي قناة في سما الأفلاك جاءت بأغلال على أهل 12 ساله شیعه امان اعتقادی را داشتن که محمد ابن عبدالوهاب و شیخ الاسلام ابن تیمیه و همه کسانی که امروز متهم به سلفیت و برنامه امامان وهابی شیعه پخش زنده شنبه ها ساعت 19:30 مکه مکرمه، 20 تهران، 21 کابل و 21:30 تاجیکستان. برنامه رحمت پخش زنده یک شنبه ها ساعت 15 به وقت مکه مکرمه، 15:30 تهران، 16:30 کابل و 17 تاجیکستان. برنامه جایگاه سنت در اسلام پخش زنده یک شنبه ها
ساعت 17 به وقت مکه مکرمه، 17:30 تهران، 18:30 کابل و 19 تاجیکستان. برنامه آموزش حفظ قرآن. پخش زنده یک شنبه ها ساعت 19 به وقت مکه مکرمه، 19:30 تهران، 20:30 کابل و 21 تاجیکستان. برنامه بازسازی اندیشه. پخش زنده دوشنبه ها ساعت 17 به وقت مکه مکرمه، 17:30 تهران، 18:30 کابل و 19 تاجیکستان. برنامه پرسش و پاسخ. پخش زنده دوشنبه ها ساعت 19:30 مکه مکرمه، 20 تهران، 21 کابل و 21:30 تاجیکستان. برنامه آن روی سکه. پخش زنده سه‌شنبه ها ساعت 19:30 مکه مکرمه، 20 تهران، 21 کابل و 21:30 تاجیکستان. برنامه زلال ایمان. پخش زنده چهارشنبه ها ساعت 17 به وقت مکه مکرمه، 17:30 تهران، 18:30 کابل و ساعت 19 تاجیکستان. برنامه منبر وصال. پخش زنده چهارشنبه ها ساعت 19 به وقت مکه مکرمه، 19:30 تهران، 20:30 کابل و 21 تاجیکستان. برنامه دریچه. پخش زنده پنج شنبه ها ساعت 17 به وقت مکه مکرمه، 17:30 تهران، 18:30 کابل و 19 تاجیکستان. برنامه سفره دل. پخش زنده پنجشنبه ها ساعت 19:30 مکه مکرمه، 20 تهران، 21 کابل و 21:30 تاجیکستان. برنامه آموزش روحانی قرآن. پخش زنده جمعه ها ساعت 16 به وقت مکه مکرمه، 16:30 تهران، 17:30 کابل و 18 تاجیکستان. برنامه قلب آسیا. پخش زنده جمعه ها ساعت 19 به وقت مکه مکرمه، 19:30 تهران، 20:30 شب کابل و 21 تاجیکستان. شما می‌دانید که در شبکه جهانی وصال حق الحكمة ضالة المؤمن وبنو الإسلام بها أولى حيث تجدها فعليك بها عنها أبدا لا تتخلى. به همین خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم به خاطر حجاب، به خاطر حفظ عفت دستورهای جنبی هم داد. فرمود هیچ مردی با هیچ زنی تنها نباشند، تنها ننشینند، در یک اتاق نباید باشند، اگر ضرورتی شد خلوت نباید باشه. فرمود اگر یک مرد بیگانه با یک زن بیگانه در یک جا به سر ببرند، سومینشون شیطان است، ابلیس است. هرچند اینا ادعای پاکی کنند که ما بر خود مسلطیم، ما بر دلهایمون و بر نگاهمون کنترل داریم، ما پاک شدیم، تزکیه شدیم، نخیر. پیغمبر اسلام فرمود اجازه ندارند. و همچنین فرمود هیچ مرد، هیچ زنی حق ندارد
بدون محرم شرعی به مسافرت برود، مسافرت حج باشه، مسافرت عمره است، عبادت حج فرضه، عمره هم در بعضی صورت واجبه، سنت بیت الله، زیارت بیت الله. این حاجی هم میره به عمره و اون مرد هم میره، زن هم میرود به عمره. زن حق ندارد به مسافرت عمره برود. حالا بعضی از صورت ها هست که یه استثناءاتی بعضی از ائمه در شرایط خاصی قائل شدن، ولی بسیاری از ائمه من جمله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در هیچ حالی اجازه نداد، حق نداره زن بره. وقتی نباید بره به سفر حج، نباید بره به سفر عمره، این زن چطوره میتواند برای تفریح با عده‌ای که حالا فامیلش هم باشن، حتی برادر شوهرش هم باشه، حق ندارد برود به سفری که 3 روزه و در یه روایتی 1 شبانه روز باشه. این چرا؟ به این خاطره که زن همیشه مسئولیت بیابد، عفتش محفوظ شود. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن هي المأوى. و اما کسی که از ایستادن در حضور پروردگارش بترسد و نفس را از هوا و هوس باز داشته باشد، پس قطعاً بهشت جایگاه اوست. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. خوب بینندگان عزیز و گرامی، با عرض سلام مجدد و دوباره خدمت شما عزیزان و بزرگوار قرار داریم و در این لحظات همکار عزیز ما از اتاق کنترل تلفن های برنامه را زیرنویس کردند و شما عزیزان از همین الان می توانید در ارتباط با موضوع برنامه اگر صحبت دارید تلفن کنید و تماس بگیرید و صحبت‌هایتان هم مطرح کنید. قبل از میان برنامه، از ابتدای برنامه تا کنون تقریبا 3 شبهه مطرح شد از شبهاتی که مخالفان حجاب مطرح میکنن و اولین شبههشان ای بود که میگن حجاب مختص به اسلام است و در ادیان دیگر، در ادیان آسمانی دیگر تشریع نشده و البته قسمی که قبل از میان برنامه هم اشاره شد جناب استاد عبدالرحمن فاتح در پاسخ به این شبهه از خلال
کتاب مقدس، عهد قدیم و عهد جدید به آیه ها و پاراگراف های از این دو کتاب اشاره کردن و همچنین به پاسخ شبهه دوم که می گفتن که هویت زن در عقب پوشش یا حجاب پنهان میشه و برخی از زنها با استفاده از حجاب به عنوان یک وسیله و ابزار دست به مسائل دست به اعمال غیر قانونی و غیر اخلاقی میزنن که جناب استاد فاتح خیلی جالب به این نقطه اشاره کردن. گفتن که اگر قرار باشه که ما حجاب را به خاطر بدکاری یک زن محکوم کنیم، بهتر است که ما مثلا وقتی یک فرد نظامی یا یک فرد امنیتی ملبس با یونیفرم نظامیش مرتکب خدای نخواسته جرم و جنایت میشه، باید یعنی به این معنا که باید یونیفرم نظامی را کاملا لغو کنیم و هر کسی که یونیفرم داره او را محکوم کنیم و این غیر عقلانی و دور از منطق است. و همچنین به پاسخ شبهه سومی که در مورد حجاب بود و مخالفان حجاب با استناد به قاعده که احکام با تغییر زمان تغییر می کند نیز جواب دادن و عرض کردن که ما در اسلام احکام ثابت داریم که تغییر ناپذیر است و این عرف هست، عرف و رواج های جامعه است که تغییر میکنن. حجاب فریضه شرعی است و غیر قابل تغییر است. خب میریم به سراغ بیننده های عزیز و گرامی که تماس گرفتن. اولین بیننده را میگیریم. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم بیننده گرامی، باز هم تذکر میتونم در ابتدا که به مجرد از که تماس برقرار میشه سوالتان مطرح کنین و از طریق گوشی تلفن با ما در تماس باشین. بفرمایید بیننده بعدی. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. من بنده شیعه علوی هستم. میشه خود معرفی کنیم بیننده گرامی؟ نام شما، از کجا صحبت میکنید؟ صادقی هستم از بندر عباس. آقای کی؟ بنده صادقی هستم از بندر عباس. بفرمایید آقای صادقی. بنده شیعه علوی هستم و از حجاب حمایت میکنم و صرفا حمایت رو دوست دارم. زن با حجاب میتونه اصلا خلبان باشه. اصلا زن با حجاب میتونه بالاترین مدیریت رو به عهده بگیره. بله. دیگه از این ندارم و سلام. تشکر از شما آقای صادقی. خب میریم سراغ بیننده بعدی اگر وصل هستن. بیننده گرامی سلام علیکم. بفرمایید بیننده گرامی، شما وصل هستین. بفرمایید. سلام علیکم. وصل هستیم بیننده گرامی، از طریق گوشی تلفن با ما در تماس باشین. بفرمایید. بیننده گرامی تلاش کنین از طریق گوشی تلفنی با ما در تماس باشین. صدای گیرنده تان ببندین. بله سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید خواهر گرامی. من از آلمان گپ میزنم و میخواستم که نظر استاد مورد ایجاب بگیرم که بعض کسایی هست که کسایی که ایجاب میکنه یا کالای با ایجاب میپوشه و حساب گپای میزنه که او را از راه میکشن، برای که خود نمیپوشن و او را از راه میکشن. در این مورد یک ذره صحبت کنن که گناه از این چیز یعنی گناه کسایی که به خواهر محجبه ما حرفایی میزنن، صحبتایی میکنن که خدای نخواسته او را از حجابش منصرف میکنن. همین هدفتان بود انشاءالله. تشکر خواهر. تشکر خواهر. از او چیز و پیامش برای نفرها چیست؟ پیام چی گفتین خواهر گرامی؟ پیامشون به این نفرایی که خودشون هم ایجاب نمیکنه و یک کس دیگه هم که میکنه که میگن در کجای قرآن اومده که چطور اومده و او را از راه میخواین از راه بکشن
و فکر میکنن که ما دیگه مدرن هستیم که ایجاب نمیکنیم و یا که ایجاب میکنن اصلا نمیفهمن. تشکر خواهر گرامی، انشالله. تشکر از شما. تشکر، خدا. سلامت باشین. میریم سراغ بیننده بعدی. بیننده سلام علیکم، بفرمایید خود معرفی بکنین. ما اسم احمد است، از جرمنی صحبت میکنم. بفرمایید آقا احمد گرامی. فقط سلام خدا خدمت شما و خدمت استاد فاتی میفرستم. ما زیادتر با باز مردمای بر میخوریم که اعتقاد متزلزل دارن یا اصلا اعتقاد ندارن، از مردم خود ما میباشن اکثرا و اینا در مورد ایجاب بس دلایل بسیار پوچ و بیمانا اینا چی میکنن، استدلال میکنن و میگن که ایجاب فرق نمیکنه، دل آدم پاک باشه و ایجاب دل است و ایجاب چطور است، چیکار است. ما چنانچه مسائل ما زیادتر از همین برنامه‌های تبلیغی و دعوتگر شنیدیم از پروفسور صاحب، استاد ستار سیدت و حتی همین استاد عبدالرحمن فاتی. اگر اشتباه نکنم یک وقت در همین برنامه صدای حق آمدن و در اونجا همین مسائل گفتن، ولی ما استدلالات کردیم و گفتیم بر از این مردم، ولی بازم میگن اگر در این مورد ما مخالف از این گپای از اینا هستیم، ولی اگر تشریح شما بتین که دیگه بیننده هم و شنونده هم بشنون بهتر است از شما بشنویم، بازم بر معلومات ما دوباره افزوده میشه و یا دوباره معلومات ما تجدید میشه. چشم برادر گرامی، چشم برادر گرامی آقای احمد از آلمان بودن. خب میریم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم بیننده گرامی. سلام علیکم. سلام علیکم. بیننده پشت خط هستن، بفرمایید شما وصل هستین. بیننده گرامی، بیننده گرامی بفرمایید وصل هستین، از طریق گوشی تلفن با ما در تماس باشین و صدای گیرنده تان ببندین. بفرمایید. خب مثل که وصل نشد، میریم سراغ بیننده بعدی. باز هم تذکر میتون بینندگان عزیز و گرامی که وقت تماستان برقرار میشه صدای گیرنده تان ببندین و از طریق گوشی تلفن با ما در تماس باشین تا نه وقت شما تلف شود نه وقت ما و تعداد بیشتر بیننده ها هم بتونن صحبت کنن و سوالشان مطرح کنن و اگر تبصره داشتن راجع به موضوع برنامه تبصره کنن. بفرمایید بیننده گرامی. سلام علیکم. خب مثل که مشکل داریم در تماس با بیننده های عزیز و گرامی. جناب استاد فاتی اگر برمیگردم خدمت شما، اگر میشه در ارتباط به صحبت خواهر گرامی ما از آلمان، خواهر ما همیرا، اما فکر کنم که باز تلفن ها وصل شده، اگر اجازه بدین بفرمایید بیننده گرامی. سلام علیکم. بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله. اسمي عبد الغني از ولایت غور و صوت قریب برنامه شما ما می‌بینیم. شما تشکر. میگید که هست درباره ایجاب شما صحبت ذکر کنند و این منطقه ما به ایجابی شروع مقصد شما تشکر از برنامه شما. خدا حافظ. سلامت باشین. تشکر برادر گرامی عبدالغنی فکر کنم. تشکر از شما. میریم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم. الو. بفرمایید بیننده گرامی. خدا معرفی بکنین، از کجا صحبت میکنین؟ الو. بیننده گرامی از طریق گوشی تلفن با ما وصل باشین، بفرمایید صحبت کنین. آقا بیننده گرامی شما وصل هستین، بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید وصل هستین. الو آقا جان، این فرکانس شبکه نور به ما بده. آقا جان ببخشید تو خدا ما اجازه نمیتونیم گرفتن. ان شاء الله بعد از برنامه ان شاء الله. تشکر. ان شاء الله بعد از برنامه بیننده گرامی میریم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم. بفرمایید بیننده گرامی. بفرمایید. خب مثل که قسمی که سابقا گفتم ما مشکل داریم، شاید مشکل از بیننده ها باشه و شاید هم از اتاق کنترل باشه. برمیگردیم به سوالات بیننده های عزیز و گرامی. خواهر ما از آلمان گفتن که برخی ها هستن که بجای از اینکه خواهر مسلمانشان
به تمسک به حجاب تشویق کنن، حرفای میزنن، سخنهای میزنن که باعث دلسردی طرف میشه. اگر خدا نخواسته هستن خواهرایی که معلومات دینیشون کم است و تثبیت نشده ارزش حجاب در دلشون، اینها دلسرد میشن و میگن حجاب از سر میکشن. یعنی سوال خواهر مایی بود که پیام شما با همچو کسایی که این شبهات مطرح میکنن و در ذهن برخی از خواهرها شبهه ایجاد میکنن چیست؟ اولا تشکری میکنم از خواهر بزرگوارم از اینکه توجه به برنامه داشتن و از تمام خواهرانی که به خصوص در اروپا زندگی میکنند. واقعا اینها نمونه بسیار بارزی و نمونه بسیار واضحی هستند برای این که ماشاءالله امروز اسلام در تمام دنیا در حال گسترشه. اما میخوام توصیه‌ای داشته باشم از یک جهت به این خواهران دیگری که در کشورهای به هر حال به نام اسلامی زندگی میکنن و ملتش مسلمانن. خواهر بزرگوارم ببین که این خواهر در آلمان زندگی میکنه و ماشاءالله این حس دینیش برای انسان خیلی ماشاءالله یعنی واقعا برای من خیلی خوشاینده. حس همچون خواهرانی را که میبینم که در اروپا زندگی میکنند و با این حس و با این حال، این آدم دلگرم میشه، خوشحال میشه که ما تعجب جناب استاد بر اینه که خواهر مسلمانی که در یک کشور زندگی میکنه که ملتش همه مسلمانن و سالها به نام اسلام زندگی کرده اما از حجاب نعوذ بالله متنفره. اما در مقابل بله، اما جناب استاد این یک اصل مسلمه. این خواهر ما و تمام برادرانی که صدای ما رو میشنون و خواهرانی که صدای ما رو میشنون، این یک اصل مسلمه که شما در هر راهی که قدم بگذارین شما را بد میگن، به خصوص در راه دین. امکان نداره که شما حجاب خود را بگیرین و همه مردم از شما تجلیل کنن. در برابر این که افرادی هستن شما را تشویق میکنن به سوی حجاب، افراد دیگری هم هستن که شما را از حجاب متنفر میکنن. این یک اصل مسلمه جناب استاد. الله سبحانه و تعالی وقتی در مورد انبیا علیهم السلام حرف میزنه میگه انبیا علیهم السلام دشمنان انسی دارن و دشمنان جنی دارن. شیاطین جنی دارن و شیاطین انسی که دشمنی میکنن بر پیامبران علیهم السلام. و برای هر فرد مسلمانی انسانهای شیطان صفت هستند که به دنبال منحرف کردن فکر خواهر و برادر مسلمان هستند. این یک اصل طبیعیه، یعنی اصل مسلمه جناب استاد. یعنی نباید نگران شن، نباید نگران باشن. الله سبحانه و تعالی به همین واسطه در قرآن کریم تعریف میکنه از کسانی که میگه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. استقامت در باب دین جناب استاد خیلی مهمه، یعنی پایداری، هدف پایداری در راه دین. این طبیعت انسان هاست و طبیعت دعوت و طبیعت اسلام جناب استاد که وقتی شما خواسته باشین یک کار دینی را انجام بدین، در برابر آن افراد قد علم میکنن و در برابر شما استاد میشن. و نباید خواهر مسلمان ما و برادر مسلمان ما نگران از این باشه که چرا من حجاب میگیرم، من نماز میخوانم، من فلان کار دینی را میکنم، محاسنم را اسلامی و بر اساس سنت پیامبر میکنم، چرا بر من مردم بد و رد میگویند. این بد و ردی که فعلا به تو میگویند خواهرم، همین بد و رد به ام المؤمنین عایشه صدیقه هم گفته شده، به زنان صحابه هم گفته شده. همین بد و ردی که به برادر مسلمان ما میگن به شخص رسول الله علیه السلام گفته شده و پیامبر علیه السلام مورد تحقیر قرار گرفتن. پیامبر علیه السلام جناب استاد بهترین خلقند، اما به پیامبر چی گفته شده؟ به تعبیری که قرآن کریم میگه برای پیامبر دیوانه گفتن، برای پیامبر علیه السلام جادوگر گفتن و آنچه که به دهانشان آمد به رسول الله علیه السلام گفتن. نباید خواهر مسلمان ما و برادر مسلمان ما از این بابت و از این جهت خودش را به هر حال احساس ناراحتی بکنه یا خودش را خسته بکنه که چرا این حرفا را برای من میگن. اینها طبیعیه، یعنی باید ما خیلی با حالت به گفته غربی‌ها ریلکس با اینها باید برخورد بکنیم، یعنی خیلی طبیعی. اما توصیه‌ای که به کسانی که جناب استاد اینها فحشا را منتشر میکنن و دنبال بی‌حجاب کردن زنان مسلمان هستند، آیه قرآن کریم هست. اگر اینها مسلمانن خب آیه قرآن کفایت میکنه، اگر مسلمان هم که نباشند این آیه قرآن کریم بزرگترین وعید با آنها. الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه نور آیت 19 چی میگه؟ میگه ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين آمنوا. کسانی که دوست دارند فاحشه را شایع بکنن و گسترش بدن در کجا؟ فی الذین آمنوا، در میان مردمی که ایمان آوردند، یعنی در میان مسلمانان تلاش میکنن که فحشا در میان مسلمان ها گسترش بدن.
در میان مؤمنین. الله چی میگه؟ لهم عذاب علیم، برای اینها عذاب دردناک و عذاب سختی است، فی الدنیا و الاخره. مطمئن باش خواهرم و برادرم که در همین دنیا الله اینها را عذاب خواهد کرد و در آخرت هم عذاب در انتظار اینهاست. پس قبل از این که اینها به این عذاب دنیا و آخرت مبتلا بشن، به عنوان یک فرد مسلمان و به عنوان یک فردی که به اینها میخوام دلسوزی بکنم، از اینها میطلبم توبه کنید. توبه کنید و دست بکشید از این که مسلمان ها را به سوی تباهی و به سوی فحشایی که خودتان گرفتارید اینها را گرفتار بکنید، که واقعا وعید سختی است از جانب الله سبحانه و تعالی. و این آیه در کجاست؟ در سوره مبارکه نور آیت کلمه فاحشه عام است جناب استاد؟ بله عام است. چون باز اینا میان فاحشه را میگن نه، و به خصوص زنا، ولی معنای فاحشه عامه. معنای فاحشه عامه. درست است. بیننده بعدی ما آقای احمد، باز هم برادر گرامی ما از آلمان بودن و خیلی ها دلشان درد میکرد، از درد دل صحبت میکردن، سوز دل داشتن، گفتن بعضی ها میان دلایل پوچ ارائه میکنن و چیزا میکنن که ایرا میگن که دل پاک باشه، دل پاک باشه، مهم است که باطن آدم پاک باشه، ظاهر مهم نیست، حجاب مهم نیست. میگن که برخی هستن که در صفحات تلویزیون ظاهر میشن، در رسانه ها ظاهر میشن و معلومات دینی هم ندارن و خود به عنوان کارشناس علوم اسلامی، به عنوان افراد متدین مطرح میکنن و حجاب زیر سوال میبرن. صحبت شما در ارتباط با اینها چی هست؟ حقیقتا جناب استاد، اولا باید من تشکری بکنم از این برادرانی که یعنی ماشاءالله به دنبال دعوتگران هستند، به خصوص در کشورهای اروپایی. این واقعا برای من بسیار خوشاینده، واقعا مرا خوشحال میکنه. این برادران و شبیه این برادر ما، دیگر برادران و خواهرانی که هستند ماشاءالله در کشورهای اروپایی ها، یعنی کسانی که دشمنی صریحی با اسلام دارند و یا شاگردانی که در مکتب اونها درس خواندند و امروز به عنوان یک دعوتگر اسلامی و به عنوان یک مبلغ دین در صفحه تلویزیون میای ظاهر میشه، اینها را در یک تنگنا قرار دادن. این برادران ما، این عزیزان، این عزیزی که تماس گرفتن و دیگر عزیزان، با پخش برنامه‌های تلویزیونی، با اسپانسر برنامه‌های تلویزیونی، برنامه‌های اسلامی که در شبکه‌های مختلفی که خود این افراد مخرب برنامه دارند، در اونجا برنامه‌های اسلامی را اسپانسر می‌کنند و برنامه‌ها به هر حال تمویل می‌کنند که یک برنامه اسلامی باقی باشه. و یا اینکه می‌گیرن، حتی برخی از این برادرها من خبر دارم که جناب استاد تک تک از برنامه‌های اسلامی ویدیو می‌سازن، ویدیو کلیپ می‌سازن و در میان مردم پخش می‌کنند. در صفحات اینترنتی ماشاءالله بسیار قویان، به خصوص در فضای فیسبوک ماشاءالله اینها قویان. این اولا من از اینها تشکری میکنم که در همچون کشوری که اینها زندگی میکنن باز هم همان درد دین را دارند که هر فرد مسلمان باید درد دین و درد داشته باشه برای دعوت دیگران به سوی اسلام، برای دعوت دیگران به سوی فلاح و رستگاری. این خب موضوع اول که واقعا باید تشکری بکنم از همین جا از این برادرم و از تمام برادران و خواهران دیگری که هستند. اما این که یک فرد میه شبهه میندازه که حجاب به هر حال دل پاک باشه و فلان باشه و این حرفا رو جناب استاد میزنن، زیاد میزنن. حتی برخی از اینها که این حرفا رو میزنن چون اینها هدف دارن جناب استاد، و حتی این موضوع رو مطرح میکنن که گویا علما اختلاف دارن و از این کلمه اختلاف سوء استفاده میکنن و برداشت غلط و اهداف شومشان از این طریق در بین مردم ترویج میدن. عجیبه جناب استاد، یعنی واقعا وقتی که من از زبان اینها میشنوم که علما اختلاف دارن شوکه میشم جناب استاد، یعنی حقیقتیه. تعجب میکنم بابا جان این بیچاره نه قرآن کریم را درست نمیتونه از رو بخونه، از احادیث خب چیزی نمیدانه، قرآن کریم را درست نمیتونه بخونه، او که نمیفهمه که خلاص او هیچ. بعد میگه که والله در این مورد علما اختلاف نظر دارن. تو از علما چی خبر داری؟ تو اصلا از قرآن کریم آگاه نیستی، چی برسه به این که بعد بیا اختلاف علما را مطرح بکنی. جناب استاد حجاب و مسائل اصولی دیگری اینها انکار میکنن، حتی برخی از اینها عکس‌های اینها و تصاویر اینها، کسانی که در شبکه‌ها ظاهر میشن در کنار زنهای برهنه و نیمه برهنه
دیده شده، معلوم شده و با آشکار خودش میه در صفحه اینترنتی خودش پخش میکنه این عکس‌ها را، افتخار میکنه به این. اینا با این کار میخوان اصلا بی‌حجابی را ترویج بدن، که بی‌حجابی امر عادی است. بی‌حجابی امر عادیه، اشکال نداره. این ملاها آمدن تعصب ایجاد میکنن، این ملاها آمدن افراطگرایی میکنن، این ملاها آمدن فلان میکنن، این ملاها آمدن فلان میکنن، در حالی که این بیچاره خودش از دین چیزی نمیفهمه. مسئله حجاب و دیگر مسائل اسلامی جناب استاد، اینها اصول و از جمله مبانی اسلامه و به حرف اینها حقیقتا امروز مسلمان ها توجه نمی کنن و شخصیت اینها برای همه مسلمان ها واضح و آشکار. تشکر استاد فاتح گرامی. اگر اجازه بدیم باز هم بریم سراغ بیننده های عزیز و گرامی. اگر بیننده وصل هستن دوستای گرامی وصل کنین. بفرمایید بیننده گرامی. السلام علیکم. بفرمایید. بفرمایید خود معرفی بکنین، از کجا صحبت میکنین؟ دوستای گرامی ما صدای بیننده را نداریم، اگر صدایشان بلند کنین یا بیننده گرامی از طریق گوشی تلفن با ما در تماس باشین. بفرمایید. خب میریم سراغ بیننده بعدی وصل نشدن. السلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. بفرمایید. السلام علیکم بیننده گرامی، شما وصل هستین. السلام علیکم بیننده گرامی، السلام علیکم، وصل هستین. بفرمایید. بفرمایید خود معرفی بکنین. بله، سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شما بخیر. خواهر شما از کشور هلند زنگ زدیم، نام خدیجه است. تشکر خواهر گرامی، مثل که صبح بخیر گفتین در هلند فعلا صبح هست. سوری بخشید. خواهش میکنم بفرمایید. بفرمایید. متوجه خود رادیو و گفتگوهای شما بودیم از استاد محترم. بیخیمو ذهن ذکاوت ما بیخی خراب میشه. خواهش میکنم. بفرمایید. برادر گل راجع به حجاب گپ میزنیم. ما در حدود 20 سال است که در هلند هستم. خودم با 7 طفل آمدیم از افغانستان. شوهرم فوت کرده، اما شکر الحمدلله ماشاءالله دخترم کلش با حجاب است و خودم همچنان. 20 سال مرا کس نگفته، دختر مرا کس نگفته که چرا حجاب پوشیدی یا چرا این رقم لباس پوشیدی، چی در کالج بودن چی در خانه. اما این در سر بعض مردم ها و اشخاص هایی که هستن، اونا از مردمی که با حجاب و دیندار و با خداست خار میخورن که ما یک مسلمان هستم یا یک مسلمان است، اما او ایمان خود کامل نکرده. برادر گل، ما از خواهرها و برادرای خود تقاضا میکنیم که خواهرها و برادرها گوشتتان چشمتان واز کنین، راه آخرت در نظر بگیرین. امروز ما شما در دنیا هستیم، فردا میریم به سوی پروردگار، اونجا بازپرس ما شما میشیم. این مسئله گپ از او گوش نکنین، شما عدالت از داشته باشین. و بعضی کسا را بگویی که عروسی مجلل چی است که ساز دور میگویی خواهر خدا شادی را به ساز نکنه، غم به گریان. آلوده کدام آیه قرآن نوشته است؟ نکنین، از برای خدا بترسین، نکنین. ببینی که سبا همراه آدم در که میبینی یک سلام علیکی نمیکنه، من خیلی باشه، من گفتن است میگم. اما شما یک جان ممنون، زیادتر کوشش کنین درباره می ایجاد پروگرام‌های زیاد ایجاد کنین که بعض مردمای ما که چشمشان نمیبینه، گوششان نمیشنه، بلکه که از این طریق تلویزیون ها، از طریق شما استادای محترم با دین و با خدا، اگر بلکه که خدا یاری کنه اینا رو به خدا شون و اجابه مراد کنن. شما یک جان سپاسگزار، خداوند سر بلند داشته باشید. تشکر خواهر گرامی، تشکر خواهر گرامی. جناب استاد فاتح گرامی، من واقعا متاثر شدم از صحبت‌های خواهر گرامی. ما فکر کنیم که خواهر از آلمان با احساسات صحبت میکنن و زنهای مسلمان در کشورهای اسلامی با یک حالت عجیبی است. وحشتناک جناب استاد. الله متعال سبحانه و تعالی واقعا لطف کرده. خواهر بزرگوار، هدایت و گمراهی به دست الله متعال سبحانه و تعالی است. شما به خاطر این نعمت بزرگی که الله متعال از هدایت برای شما نصیب کرده باید سپاسگزار پروردگار باشید. سپاسگزار پروردگار باشید. و الا اینکه به تعبیر شما کسانی هستند که امروز از داشتن حجاب خار میخورند، یعنی احساس حقارت میکنن، فکر میکنن که واقعا حقیر شدن و یا شما را نعوذ بالله به چشم حقارت میبینند. و این طبیعی است جناب استاد و خواهر بزرگوارم.
این طبیعی است، به خاطر این که شما اگر در قرآن کریم سری بزنین، مثلا در سوره مطففین الله سبحانه و تعالی وقتی میایه مسائل کفار را مطرح میکنه، میگه وقتی از کنار مسلمان ها میگذشتن میخندیدن و به اونها فکایی میگفتن، به اونها حرفایی میگفتن که خنده آمیز باشه، بر اونها حرفایی میزدن که بد باشه. حالا هم واقعا باید خواهر بزرگوارم شما افتخار کنید به این مسلمان بودن خود و هیچگاه ناراحت نشوید. دعوت خود را ادامه بدهید در هر جایی که هستید. فرق نمیکنه شما در افغانستان باشید، در هلند باشید، در آلمان باشید، در آمریکا باشید، در هر جای دنیا که باشید، دین همان دین اسلام، همان اسلام، قرآن همان قرآنه و در این شکی بدون شک وجود نداره. به هر صورت جناب استاد این حقیقتا جای افتخاره، این واقعا جای افتخاره برای همچون خواهرانی و برای همچون اگر میشه یک شما پیام داشته باشین. فکر ببینین قبل از خواهر گرامی ما آقای عبدالغنی از افغانستان زنگ زدن، از فکر کنم ولایت غور یا استان غور بودن و گفتن بی‌حجابی در مناطق ما در حال گسترش است یا مردم به طرف بی‌حجابی میرن و واقعا آدم تعجب میکنه وقتی صحبت خواهر از قلب اروپا از قلب کفر بگیم، یعنی کشور غیر اسلامی، این احساساتی او را میشنوه و صحبتهای او خواهر میشنوه و به کشور خودش مثلا همچو افغانستان نگاه میکنه، تعجب میکنه. استاد گرامی پیام شما، چون وقت برنامه هم بیشتر از 4 دقیقه باقی نمونده، پیام شما به خواهرای ما در افغانستان، به خواهرای ما در ایران، به خواهرای ما در تاجیکستان که برنامه را میبینن چیست؟ کسایی که مثلا دنبال از است که یک بهانه پیدا کنن برای بی‌حجاب شدن خودشان، یا شوهرها و اولیای امور یا همسرهایی که میخواهن دنبال بهانه میگردن تا زنان خود را، تا خواهران خود را بی‌حجاب کنن. پیام شما به اونا چی است؟ حقیقتا جناب استاد امروز در جوامع اسلامی متاسفانه موج شبهات و موج خرابکاری در جوامع اسلامی متاسفانه برای افتاده برای خراب کردن خواهر مسلمان و برای برادر مسلمان. این خواهر ما وقتی از اروپا تماس میگیره خب دقیق میفهمه که بی‌حجابی در اونجا چی بدیها و عواقبی داشته و هیچگاه حجاب خود را نمیاندازه. اولا چون به الله ایمان داره، دوما به اسلام اعتقاد و باور داره و سوما بدبختی ها و عواقب زشتی که از بدحجابی خواهر ما دیده، هیچگاهی دخترانش و خودش برای خود اجازه نمیدن که بی‌حجابی بکنن. یک تعبیر عامیانه است که میگن صدای بوق از دور خوشه. همیشه در کشورهای اسلامی چون همیشه حجاب بوده و این مسائل، یک عده از خواهران ما چون خارج زیاد شنیدند یا کشورهای اروپایی را زیاد شنیدند که والله در اونجا هر کس آزاده و فلان، بعد خیلی راحت فریب میخوره. این کلمات چرب و نرم احیانا جناب استاد فرد را فریب میده و این خواهر مسلمان ما که در اون کشور زندگی میکنه حقیقتا باید افتخار بکنه برای خودش. اما یک نکته دیگری که برای خواهران مسلمان هم در کشورهایی که شما نام بردید مثل افغانستان و ایران و تاجیکستان و بقیه کشورها عرض کردید، حقیقتا پیامی که دارم اینه که شما آنچی را که به عنوان اسلام امروز تحت نام اسلام عادات و رسومات و عرفهای خراب هست، اینها را به عنوان اسلام قبول نکنید. اسلام را از مرجع درستش بشناسید و حجاب را از مرجع درست اسلام بشناسید. حالا یک عده از حجاب زده شدن بنا به همان تعابیر و تعاریفی که حالا متاسفانه از اسلام در اونجا مطرح شده، فکر میکنه که همین عرف و عادت و رسومی که در میان خانوادهش هست و در میان شهرش هست همین اسلامه و تحت عنوان حجاب که به خورد او چی داده میشه و چی گفته میشه و تحت عناوین مختلف که جناب استاد امروز متاسفانه مؤسسات مختلف امروز تحت عنوان مؤسسه خیاطی، نمیفهم مؤسسه کمک به زنان و تحت نام حقوق بشر و تحت نام حقوق زن و خانه امن و فلان حجاب دختر مسلمان را در حال خراب کردن جناب استاد. واقعا در حال خراب کردن، خراب میکنن و این افراد در حال تبلیغن، در حال ترویجن و خواهر مسلمان ما باید با لباس علم خودش را مسلح بکنه، بدانه
از این عواقب بدحجابی خودش را آگاه بکنه که بدحجابی به والله قسم جناب استاد این را نه به عنوان یک مسلمان بلکه به عنوان یک فرد منصف هم باید این حرف را بزنه. حالا من یک فرد مسلمانم ولی یک فرد منصف هم باید این حرف را بزنه که به والله قسم جناب استاد بدحجابی جز بدبختی و جز تباهی و جز خاری و ذلت برای زن چیز دیگری به وجود نمیاره. تشکر استاد گرامی، استاد عبدالرحمن فاتح و همچنین از بیننده های عزیز و گرامی متشکر و ممنونم. البته در این برنامه به 3 شبهه از شبهاتی که پیرامون حجاب از سوی مخالفان مطرح می شود جناب استاد عبدالرحمن فاتح جواب دادن و این شبهات یکی عبارت از این بود که میگن تنها اسلام است که حجاب را تشریع کرده و حجاب مختص به اسلام است و در ادیان دیگر حجاب وجود نداشته و شبهه دیگرشان این بود که گویایی که از حجاب زنان مسلمان به عنوان وسیله و ابزار برای ارتکاب اعمال مخالف اخلاق و قانون استفاده میکنند که به این شبهه هم جواب دادن و به شبهه سومی که گفتن باید نظر به قاعده که میگه احکام با تغییر زمان تغییر میکنه باید بعضی از احکام چون حجاب نیست نظر به پیشرفت و مدرنیتی که امروز ما شاهدش هستیم تغییر کنه. البته به این 3 شبهه جناب استاد عبدالرحمن فاتح جواب دادن. امیدوار هستیم که شبهاتی که در ذهن بیننده ها بود همچو 3 شبهه که مطرح شد برطرف شده باشه و انشالله در قسمت های بعدی نیز شبهاتی که از طرف مخالفان مطرح می شود و ذهن برخی ها را مغشوش کرده باز هم به شبهات در برنامه های آینده پاسخ داده میشه. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر همه شما عزیزان و بزرگواران را به پناه الله یکتای بی همتا می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. Hey